حاجی محمد توشف ساکن ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت که از آخر ماه مارس در کرانتین بود و به قول پزشکان روز 10 اپریل زیر دستگاه نفسکشی صنعی قرار گرفت درگذشته است. پیوندانش روز 11 اپریل بر رادیوی آزادی گفتند توشف نیمه شب گذشته جان داد و جسد او را صبح شنبه دفن کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر اطلاعیه رسمی درگذشت حاجی محمد توشف را در بیمارستان تصدیق کرد. مقامات گفتند او در کرانتین در بیمارستان منطقه ازبک قشلاق بود و با تشخیص بیماری ایشیمیای دل، فشار بلندی درجه 2 و خطر 4 فوتی. وزارت تندرستی بار دیگر تاکید کرده است در کشور هیچ موردی سرایت ساکنان به کرونا ویروس تصدیق نشده است و مردم نباید نگران باشند. این در حالی است که امیدجان بیبلایف سردختور بیمارستان جماعت سامانیان ناحیه جبار رسولوف روز 10 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت توشف حالت نفس تنگی دارد ولی تشخیص ها در بدن او پنیومونیا را آشکار کرده است. وی روز جمعه هنگام صحبت با رادیوی آزادی گفت که از توشف 2 دفعه نمونه ها گرفته به دوشنبه فرستاده شده است و آنها منتظر نتیجه می باشند. در همین حال برای نجات حیات حاجی محمد توشف از بیمارستان های مرکزی ولایت 8 پزشک دعوت شده بودند. حاجی محمد توشف ساکن ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت با نزدیکانی یک مردی فوتیده از پنیومونیا رابطه داشته است. او مدیر کابینت متدی شعبه معارف ناحیه جبار رسولوف بود و به قول پیوندانش با عبدالجلیل شادیف مدیر شعبه معارف ناحیه همکار بوده، اخیراً همراه بوده است. شادیف در پی مرگ برادرش که به گفته مقامات از پنیومونیا یا التهاب شش درگذشت فعلا در کرانتین است. نام ناحیه جبار رسولوف از روز یکشنبه 5 اپریل در سرخط خبرها است. فوت یک مرد 60 ساله در این ناحیه و با کرانتین فرستادن طبیبان بیمارخانه ناحیه جبار رسولوف بحث‌های زیادی را به میان آورد. مقامات تندرستی ولایت سوخت گفتند مرد از پنیومونیا یا التهاب شش درگذشته است، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی این سوال را مطرح کردند که چرا بعد مرگ این مرد 13 طبیب را یکباره به کرانتین فرستادند. طبق آمار اخیر مسئولین ناحیه جبار رسولوف بیش از 700 ساکن این ناحیه حالا در کرانتین به سر میبرند. اکثر این افراد به گفته مقامات از خارجه برنگشتند. مقامات میگویند وضع همه این افراد خوب بوده، کرونا ویروس در وجود آنها ثابت نشده است. به گفته مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان آلودگی به کرونا ویروس که بیماری کووید 19 را برمیانگیزد در کشور آشکار نشده است. مقامات میگویند از 1 فوریه تا 11 اپریل 7432 نفر را که از کشورهای خارجی به تاجیکستان آمده اند به کرانتین فرا گرفتند. از شماره ذکر شده تا 11 اپریل 5530 نفر به خانه هایشان جواب داده شده، عین حال 1902 نفر زیر نظارت کرانتین قرار دارند، گفتند در وزارت تندرستی. مقامات تاجیک روزهای اخیر چاره‌های پیشگیری از این بیماری همگیر را در کشور به خصوص در ولایت سوخت سخت‌تر می‌کنند. روز 10 اپریل وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اعلام کرد که در ورود و خروج شهروندان خارجی محدودیت جاری شده است.